میشی موش کوچک و زبر زرنگ جنگل بود. او یک ماشین 4 چرخ داشت که همیشه برق میزد. میشی عاشق کمک کردن بود و میگفت ماشین من فقط برای تفریح نیست، یک ابزار کمکی عالی است. یک روز صبح زود وقتی میشی با موتور 4 چرخ در حال گشت زنی بود، صدای گریه شنید. صدای سنجابی بود که زیر یک درخت بزرگ غصه‌دار نشسته بود. میشی کنار سنجاب ایستاد و پرسید چی شده سیمی؟ چرا گریه میکنی؟ سیمی که سنجابی زرنگ بود گفت من یک کیسه بزرگ پر از بلوط مخصوص جمع کردم و کنار ریشه قدیمی درخت کاج گذاشتم، ولی نمیتوانم همش رو به تنهایی به خانه‌ام ببرم. میشی به سیمی گفت ناراحت نباش، ماشین من کمکت میکنه. میشی کلاهش را محکم کرد و گاز داد تا به سمت ریشه قدیمی درخت کاج برود. میشی خیلی زود بلوط‌ها را پیدا کرد. یک کیسه کنفی بزرگ درست کنار ریشه بیرون زده درخت بود. بلوط‌ها خیلی سنگین بودند. میشی شروع به هل دادن کیسه کرد تا آن را روی قسمت باربند پشتی ماشینش بگذارد. با خودش گفت درسته خیلی سنگینه. میشی با احتیاط رانندگی کرد. او میدانست که حمل بار سنگین نیاز به سرعت کم و دقت زیاد دارد. ماشین 4 چرخ میشی کیسه بلوط را بدون تکان خوردن حمل میکرد. وقتی میشی به درخت سیمی رسید، سیمی با خوشحالی جیغ کشید تو قهرمان من هستی میشی. ممنونم که این بار سنگین رو برایم آوردی. حالا سیمی میتوانست برای تمام زمستانش ذخیره داشته باشد. میشی دوباره راه افتاد تا گشت زنیش را ادامه دهد. چند دقیقه بعد خرگوشی را دید که کنار یک گودال بزرگ گلی ایستاده و آه میکشد. میشی گفت چی شده خرگوش؟ چرا آه میکشی؟ خرگوش گفت بهترین هویج‌های تازه آن طرف گلولای هستند، ولی من نمیتوانم این گودال بزرگ را بپرم. تمام بدنم گلی میشود. میشی گفت نگران نباش خرگوش، سوار شو، کمربندت را ببند تا با هم از گلولای رد شویم. میشی و خرگوش با احتیاط از روی گودال گلی گذشتند. ماشین 4 چرخ میشی از هر مانعی برمی آمد. خرگوش با خوشحالی به هویج‌هایش رسید. میشی فهمید که بهترین بخش داشتن یک وسیله نقلیه قوی این است که میتوانی با آن به دوستانت کمک کنی. بچه‌های عزیزم، دوست دارین خودتون موش و ماشین مکانیکی بسازین؟ آموزش ساختشون در کانال ما هست. برید ببینید و لذت ببرید.